مقامات انتظامی در ناحیه وخش ولایت ختلان تصدیق کردند که ظفر سفروف پلپلکونیکی میلیسا و کارمند اتفاق اتومبیلچیان ناحیه شهر توس خودکشی کرده است. مقامات انتظامی میگویند که این خودکشی روز 28 سپتامبر در دهه دوستی 3 جماعت رودکی ناحیه وخش رخ داده است که او را همسر و خواهرش از شاخ درخت چارمغ از حولیشان پیدا کرده و به مقامات خبر دادند. از دادگاه طبی ولایت ختلان به رادیو آزادی نیز تصدیق کردند که در نتیجه تشخیص آنها نشان داده است که او خودکشی کرده است و مرگ مجبوری دیده نمی شود. ظفر سفروف در گذشته در بازرسی دولتی اتومبیلی ناحیه کوشانیان باختر سابق کار میکرده و اخیراً در اتفاق اتومبیلچیان ناحیه شهر توس کار میکرده است که چند روز پیش خودکشی کرد و مقامات انتظامی در ناحیه وخش تحقیق میکنند که سبب خودکشی او چی است و چرا ظفر سفروف دست به جان خود زده خود را کشت.